Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? Yes? MashaAllah. Takbir. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت هر یک شما عزیزان. دوستان عزیز، در این ماه مبارک رمضان آقای نایک در کشور عمان در یک اجتماعی بسیار بزرگ سخنرانی میکرد که یک دختر خانم به نام پریا که ظاهرا معلوم میشه که هندو است پیش مایک آمد و لباس بسیار مدرن پوشیده بود. ظاهرا معلوم میشد که سوال بسیار مشکلی از آقای نایک پرسان میکنه و اصلا هیچ کس باورش نمیشد که در اخیر مسلمان شود. و جالبیت این موضوعی بود که قبل از اینکه سوال بپرسه با تمام مردمی که در تالار حضور داشتند گفت السلام علیکم، گرچه دختر هندو است. Your name, your profession and your question. Assalamu alaikum. Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for opening my eyes to how important it is not to follow any What's the faith. name, sister? What's the name, sister? My name is Priya. Priya. Okay, sister. دختر خانم که نام خود پریا گرفت از آقای نایک در شروع بسیار سپاسگزاری کرد. گفت که بسیار تشکری که چشم ما را باز کردی تا ما بتوانیم چشم بند یعنی چشم بسته به هیچ دینی باور نکنیم. این دختر خانم میگه که بعد از صحبت‌های تو را که من شنیدم آقای نایک ایره من دریافتم که چشم بسته اصلا امکان نداره که یک دین را باید بپذیریم. باید در مورد از جستجو کنیم و خود را باید مکمل بسازیم و باورهای خود را باید تکمیل بسازیم. سوالی دختر خانم از آقای نایکی بود که چرا خداوند متعال شما آخرین پیامبر را که از نظر خود مسلمان ها هست، آخرین پیامبرتان را حضرت محمد صلی الله و آله و سلم را به دنیا فرستاد تا مردم را به دین مبین اسلام و راه راست هدایت بکند و راهنمایی بکند؟ چرا بعد از حضرت محمد صلی الله و آله و سلم دیگه پیامبر نامد؟ باید میآمد به خاطری که مردم بسیار گناه میکنه و اونا را راهنمایی باید میکرد. For why was Prophet Muhammad, peace be upon him, only the last prophet and no one after to guide in this sinful world? Sister, that's a very good question. That why Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger. Why will no other messenger come? آقای نایک میگه که خواهرمو بسیار سوال خوبی کردند، یعنی سوال منطقی است که وقتی که دنیا روز به روز مسلمان ها رو به گناه می آورند، بنابراین جامعه نیاز به یک پیامبر دارد تا اونا را راهنمایی بکنه و اونا را از فتنه و گناه دور داشته باشه. آقای نایک میگه که بسیاری از مردم هستند که در ذهنشان این سوال هم خلق میشه که چرا خداوند متعال حضرت محمد صلی الله و آله و سلم را آخرین پیامبر فرستاد؟ چرا اول نفرستاد و بالای از او قرآن مجید را فرستاد که باید او اول فرستاده میشد و از اول کنترل تمام اشتباهات گرفته میشد؟ آقای نایک میگه که سوال شما و سوال را که من فعلا مطرح کردم هر دویشان درست است، منطقی است. من هیچ کس هم ملامت نمیکنم، باید این سوال در ذهنشان خطور بکند. People also ask me that why wasn't Prophet Muhammad sent the first and Quran revealed first? Then no problem. Both questions are valid. آقای نایک میگه قبل از اینکه خواهر ما سوال کردن و پاسخ سوالشان بدم، بنابراین من میگم که چرا خداوند متعال این همه پیامبرای را نازل کرد و بالای اینا کتاب‌های آسمانی را نازل کرد؟ چرا در اول حضرت محمد صلی الله و آله و سلم نامد و بالای از قرآن مجید را نازل نکرد؟ آقای نایک پس به سوال خود پاسخ میده، میگه اگر در اوایل قرآن مجید را نازل میکرد و حضرت محمد صلی الله و آله و سلم میآمد، بنابراین اذهان هیچ کس، هیچ بشر، هیچ انسان حاضر نبود که تمام اون موضوعات را درک بکنه و بفهمه. خداوند متعال دیگه پیامبرایی را آفرید و بالای اینا کتاب‌های آسمانی را نازل کرد تا اینکه سلسله مراتب را در نظر بگیره و ذهن انسان روز به روز کم کم باز شود و همه چیز را آهسته آهسته بفهمد تا اینکه قرآن مجید آخرین کتاب آسمانی نازل میشه و اونا را بر راه توحید هدایت میکند. بیشک خداوند متعال دانا است، به همین خاطر تمام کتاب‌ها را نازل کرد و در اخیر حضرت محمد صلی الله و آله و سلم را آفرید و بالای او قرآن مجید را نازل کرد. اگر در اوایل کار میکرد، بنابراین اذهان هیچ انسان حاضر نبود که تمام موضوعات را درک بکند و بفهمد. بنابراین خداوند متعال آهسته آهسته اذهان اونها را باز کرد و درکای اونها را بالا برد. Subhanahu wa ta'ala, our creator, he knows the human being the best. He knows what is the final message. He knows that the human beings have not yet developed to receive the last and final message. For all the previous messages that came, they gave the basic message of Tawheed.
believing in one God. The Quran is the last and final messenger, which is the perfect and the final message. To nursery, you study A, B, C, and then you keep on going ahead. Then mathematics, 1, 2, 3, 4, 2 plus 2 is equal to 4. Then you study other things, multiplication, division, and you keep on. دوستان عزیز، اگر دوباره برگردیم به سوالی دختر خانم، گفت که چرا بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر که است چرا دیگه پیامبر نامد؟ چرا کتاب آسمانی دیگر نامد؟ تا ای که فعلا بنده های الله به خصوص مسلمان ها غرق گناه است، اونا را باید راهنمایی میکرد. آقای نایک میگه که خداوند متعال دید که تمام کتاب‌های آسمانی را که قبلا نازل کرده بود و 124,000 پیامبر را همچنان آفریده بود، تمام اونها کم کم توانست که اذهان مردم و اذهان انسان‌ها را باز بکند برای فهمیدن موضوع. بعداً قرآن مجید که آخرین کتاب آسمانی است توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که آخرین پیامبر است به بشر رساند. این فاینال تمام، یعنی خداوند متعال میفهمد که تمام چیز را انسان‌ها فعلا میفهمد و درکشان بالا شده است، به او خاطر آخرین پیامبر و آخرین کتاب آسمانی را فرستاد. آقای نایک میگه که وقتی که خداوند متعال فهمید که همه چیز را انسان‌ها پیش برده میتواند، یعنی همه چیز را انسان‌ها درک میکنه، به خصوص مسلمان‌ها، مفتی‌ها، عالمان دین اسلام همه چیز را فعلا درک کرده و میفهمد، بنابراین هیچ نیاز به پیامبر نیست و باید خود مفتی‌ها، خود عالمان دین، کسایی که زیاد از دین آگاهی داره، این مسائل را پخش کنه و به مردم راهنمایی بکند. The message will not change. We don't require a messenger. So what does Allah do? Allah tells the Muslim, it is your duty now to deliver the message. و در اخیر صحنه جالبی که از دوستان عزیز آقای نایک از این دختر خانم پرسان میکنه که آیا باور دارید که خداوند متعال یکی است؟ دختر خانم میگه بله. آیا باور دارید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر است؟ میگه بله. آیا قبول داری که بت پرستی غلط است؟ این دختر خانم میگه بله. آقای نایک میگه که تو فعلا مسلمان هستی به خاطری که میگه خداوند یکی است و بت پرستی اعتماد نداری. اگر موافق باشی که کلمه شریف، کلمه طیبه را بخوانیم و همینجا به طور رسمی پیش همه مردم مسلمان شوی. این دختر خانم ظاهرا معلوم میشه که دو دل است، اصلا نمیخواید که چیزی بگوید و دوباره آقای نایک پرسان میکنه، میگه چطور است که من کلمه شریف را به عربی بخوانم و خودت از پشت سر من تکرار بکنی؟ یعنی دکتر ذاکر نایک نمیخواست که چانس طلایی را از دست بده به خاطری که میفهمیدی دختر قلبا میخواد مسلمان شود ولی بسیار دل نادل است. Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? بالاخره پریای دختری که قبلا هندو بود قبول میکند و آقای نایک کلمه شریف را میخوانه و ای هم از پشت سرش تکرار میکنه و بسیار احساساتی میشه، حتی تا جایی را که گریان میکنه. آقای نایک صدا میزنه، میگه به افتخارش تکبیر بگوید و همه تکبیر میگویند و بسیار تشویق میکنند این دختر خانم را و سرانجام در اخیر آقای نایک بسیار زیاد برای دختر خانم دعا میکند. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Takbir. MashaAllah, sister, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus. دوستان عزیز، صحنه بسیار احساساتی بود، واقعا مرا بسیار خوش اومد این صحنه ها. آیا شما هم این صحنه ها احساسات شما را بیرون میکشه؟ حتما نظریاتتان را در قسمت کامنت با ما شریک سازید، ویدیوهای ما را لایک کنید و کانال رسا اینفو را حتما سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، الله متعال حافظ و نگهدار همه ما.